نمیصرف. دکتر من چاقم همه از غرم میکنم. چاق نیستی توپاری. 180 کیلو هم. خب تو دیگه خیلی توپاری. مهدی این چاقه چرا دروغ میگی؟ پول میگیرم من این کارو کنم دیگه. دکتر من از تاریکی میترسم. قابل حل از اینا زدی؟ نه واقعا ندارم جلسه بعدی بدم. بپر کارت کن تا نگفتم برق رو خاموش کنم. شصت یا دکتر من عاشق سگای وحشی ام، مامانم نمیذاره بیام خونه، چیکار کنم؟ جان؟ دکتر بین خودمون بمونه، من میخوام ازدواج کنم، نمیتونم به خانومم بگم شب ادراری دارم. مشکلی نداره. خانم نه نگو خب نمیخوام بفهمه. تو بیا اجازه بزن من. داداش گفتی 5 تومن که. حق و سکوت برای. دکتر من خیلی عادتای بدی دارم. چیا؟ هر چی در میارم خرج رفیقا میکنم، دومی نمیگیرم، مسافرت میبرم، کادو میگیرم، چیکار کنم دکتر؟ دیگه برو نمیگی دکتر، ما این دو رفیقیم. شب برنامه چیه داداشی؟ دکتر 3 بار ورشکست شدم، زنم بهم خیانت کرده، بچه‌م معتاد آخه این زندگی من نه دارم. بالا سگم این زندگیو نداره تو داری. چیکار کنم؟ حالا به خودکشی فکر کردی؟ نه. فکر کن. داش متی مخلصم. دکتر یه سال جای مدرسه میرم تو پارک دم مدرسه میخوام، خانواده‌ام فهمیدن چیکار کنم. دکتر نه کار کنم. با اینکه تو عوض کن دیگه. تو اصلا اعتماد به نفس ندارم. حق داری در نقل